الله تبارک و تعالی خواسته بود که نکاح شوه بعد از او طلاق شوه، به خاطر که رسمای جاهلیت مکمل پایمال شوه. اول رسم جاهلیت با هر کس که خود کلان میتراشید با مستوای کسی که پایین بود قطعی از او نکاح نمیکرد. پیغمبر علیه السلام گرفت نکاح را برقرار ساخت. اول رسم جاهلیت اینجا میده کرد. دوم بعد از او را متبنای خود جور کرده بود. حالی زنی متبنا به مثل چیستا متبنا به مثل بچه حقیقی شمرده میشد، زنش سنوی حقیقی میشد، نکاحش صحیح نمیشد. این رسما پیغمبر علیه السلام میده میکنه الله تبارک و تعالی به دست پیغمبر. خوی آیت چی درس بر ما میده؟ الله میگه که کدام فیصله از الله و رسول باشه دیگه مؤمن مرد باشه یا زن اختیار نداره. قول پیغمبر علیه السلام در مقابل قول پیغمبر، حدیث پیغمبر، رأی کسی قابل اعتبار نیست. که حدیث پیغمبر آمد بس دیگه گپ مکمل فیصله شده. آلی اگر تو نمیپذیری نه به خاطر نمیپذیریم که امام صاحب قائل نیست. شافعی مسلک بگوید به خاطر حدیث پیغمبر را نمیپذیریم که امام شافعی سرش قائل نیست. حنبلی همینطور بگوید، مالکی همینطور بگوید. این قطعا شده نمیتونه. این در حقیقت در مقابل پیغمبر امام خود پیغمبر معرفی کردن است و قبول کردن است. چرا؟ فیصله الله و رسول است. رسول فیصله میکنه هر چیز نو بدعت است که در دین کسی ایجاد میکنه او تو میگی نه خوب است، مقابله میکنی با فیصله الله و رسول، مقابله میکنی. الله میگه الیوم اکملت لکم دینکم، دین تکمیل کردم، تو میگی یک پرزش باقی مانده. میلاد هم از پرزی دین است، ثواب داره. 3 و 4 ختم هم ثواب داره. بدعت ها را ایجاد کرده رو ایسته به مردم پیش کرده رو ایسته. مقابله با الله است، مقابله با رسول الله است. خب کسی که بدانه فیصله الله و رسول تو میده میتونی؟ قطعا نمیتونی. بله صحابه همینطور بودن. زمانی که حکم رسول میرسید باز مجال نبود که کسی بگوید که این حکم هم خوبی داره. بس پیغمبر گفته خب نه خوب ترک ده ترک، ما گفته نمیتونیم. ولی مولوی صاحب چی بدی داره اگر دعا را بعد از نماز با آیت اجتماعی بکنی؟ چی بدی داره دعا؟ من میگم راه دین از خود اختراع کردی. پیغمبر نمیفهمیدی راه دینه، تو جناب خدا پیغمبر جور کردی به مردم ایرا را کشیده رایستی. اگر خوب می بود که پیغمبر چرا نمیکرد؟ اینی مفاسد بدعت است، در دین ایجاد کردن چیزای جدید است. او الله میگه که اختیار برش امر نیست. و من یعص الله، کسی که نافرمانی میکنه از الله و رسوله و از پیغمبر الله. نافرمانی پیغمبر الله نمیسته که حدیثش قبول نداری. نافرمانی پیغمبر الله نمیسته که چیزی را پیغمبر برات گفته ای انجام بدی تو انجام نمیدی. پیغمبر گفته در مسح جراب خودش جراب سر جراب مسح کرده، تو میگی نه این باید مجلد باشه، این باید آب کش نکنه، این باید اینطور باشه. چرا باشه؟ پیغمبر خود مطلق جراب گفت. او نمیفهمید که قیدا را قطش میموند که امتی ما در وقتی سر جراب مسح بکنه که اینی شرطا داشته باشه. پیغمبر خود مطلقی گفت. مخالفت پیغمبر را نکنه. پیغمبر برای آسانی برای تو گفته و تو سرش عمل نمیکنی. در کل عمر نافرمانی پیغمبر نکن، معصیت رسول نکن. سنت ثابت است او تو نافرمانی میکنی. الله چی میگه؟ کسی که نافرمانی الله و رسول الله را میکنه فقط ضل، یقینا گمراه شده، ضلالا مبینا، گمراهی آشکارا. از این که آشکارا گمراه کجاست؟ که حدیث صحیح پیغمبر را پیش میکنی اینطور میگه او تو مخالفت میکنی. تو میگی که نه در بخاری آمده، صحابی میگه که ما پایای خود شانه خود میچسباندیم، تو شفت کرده رایستی. مردم پای خود پیش میکنه تو از پیش گریخته رایستی. چرا؟ البته این عمل دو جنبه داره. یکی عوام است، عوام که میکنه بیچاره و نمیفهمه و گناهشان نیست بیچاره و از سنت خبر نداره، از حدیث خبر نداره. یکی ملا است، عالم است که خواب برش معلوم است که این حدیث آمده، خو تاویلات برش میکنه. میگه رفع الیدین، اون میگه چیسته؟ این اول بود پسان منسوخ شد. کوکی ناسخیش نیست. خو این با مثل دنبای اسباری است. خوی خود در مورد سلام است، در مورد ازی خو نیست. خدا گل میزنن نعوذ بالله. تا که اینقدر دشمنی با سنت رسول الله داری؟ یقین بکن که گمراه میشی. الله گفته از این که گمراهی آشکارا کدام است که حدیث پیغمبر را نمیپذیری؟ و از تقول للذی انعم الله، در آن وقتی که تو میگفتی پیغمبر علیه السلام برای اون شخصی که انعم الله علیه، که انعام کرده بود الله بالایش به توفیق دادن ایمان، و انعمت علیه
و تو منعم کرده بودی بالایش بازاد کردن و متبنا ساختن. امسک علیک زوجک، نگاه که بالای سیاسری تا امی خانمی تا، واتق الله، بترس از الله تبارک و تعالی، حقوقش مکمل بپرداز، نکو که حق تلفی نشود. و تخفی فی نفسک، تو میپوشاندی پنهان میکردی نه نفس خود، ما آن چیزی را الله مبدیه که الله تبارک و تعالی او را آشکارا کننده بود. و تخشى الناس، تو میترسیدی از مردم، والله میترسی از مردم، والله حق، الله خیلی لایق است ان تخشاه، که از الله بترسی. فلما قضا زید، هرگاه که پوره کرد زید رضی الله عنه منها از امی زینب رضی الله عنها و ترن حاجت خدا، زوجناکها، ما به نکاح دادیم امی زینب رضی الله عنها را برای تو، لکی لا یکون، که نباشه علی المؤمنین، بالای مؤمنا، باقی نمانه بالای مؤمنا، حرج، تنگی و تکلیف، فی ازواج ادعیائهم، در خانمای بچه خونده هایشان، اذا قضوا منهن، و ترا در آن وقتی که پوره کنه از امو زنان خود حاجتای خدا، و کان امر الله مفعولا، بود ای امر الله، ای فیصله الله شدنی، به هر طریق ای امر فیصله شدنی بود. قبل از اینکه زید رضی الله عنه زینب رضی الله عنها را طلاق بده، پیغمبر علیه السلام الله خبر کرده بود که به نکاح تو میایه، و نکاح تو به خاطر میایه که اونمو رسم جاهلیتی که سابق بچه خونده را عینی بچه میشمردن و زن 69 میشمردن، نکاح را قطعش حرام میدانستن، اینی رسم از بین بره. پیغمبر علیه السلام زید رضی الله عنه را امر کرد که ای را نگاه کو او ای را حقش ادا کو، طلاق نده. لیکن در بین ازوان نفرت پیدا شده بود، او آماده به این شد که طلاق بده. اینجا الله تبارک و تعالی میگه که تو از مردم میترسیدی، حالان که الله لایق است که از او ترسیده شود. پیغمبر چطور از مردم میترسید؟ اینجا پیغمبر در مورد دین از هیچ کس نمیترسه، دعوت دین از هیچ کس نمیترسه، در مورد مسائل شخصی خود بله حراس داره. پیغمبر از این میترسید که اینجا دستاویز به دست منافقین میفته، مردمای مغرض میفته، تبلیغات میکنه و این سبب میشه که مردم ایمان نپذیره. مردم سبب میشه که بعضی اگر ضعیف ایمان باشه در مورد شکوکات در ذهنش پیدا شود. از او خاطر از این ناحیه میترسید و این را ترس طبیعی میگه. مثل که موسی علیه السلام وقتی که ساحرات تمام امور اسپانای خود انداخت، اژدهارای بزرگ گشت، موسی علیه السلام ترسید. این را ترس طبیعی میگه. پیغمبر علیه السلام در مورد دعوت نمیترسه، از هیچ کس حراس نداره، بیان میکنه، تبلیغ میکنه. اما اینجا از این نگاه ترسید که مردم تبلیغات میکنه، از این تبلیغات مردم متاثر نشوه، شکا در دلشان پیدا نشوه. لیکن الله تبارک و تعالی خواسته بود که مبارزه با رسم جاهلیت بسیار ضرور است. اول از خودت است که اول عمل سریع‌مزی تو بکنی. او اینجا از خوب میفهمه که رسم میده کردن در دنبال خود انواع گپا و گدازا داره، خود تو نترسی، فقط از الله بترس. قرآن بر ما درس میده رسومات جاهلیت میده شو، ولو که هر قدر طعن و لعن مردم برات میگه بعد در نظر نگیری. از کی بترس؟ از الله تبارک و تعالی. ما امروز ملاهای ما شیطان برشان دستیسه جور کرده، میگه از حکمت کار میگیریم، در کل عمر خود توحید الله را بیان نمیکنه، با شرک مبارزه نمیکنه، با بدعت مبارزه نمیکنه. شیطان برشان مزین کرده که حکمت است. حکمت نیست. الله متعال پیغمبر خدا میگم الله خبر داره که مردم از این بسیار گپی کلان جور میکنه، سر و صدا برمیخیزه، او چقدر لکه در مورد راه دعوت وارد میشه. لیکن نه، رسم جاهلیت ابطالش خیلی ضرور است. از او خاطر الله تبارک و تعالی زینب رضی الله عنها را با پیغمبر علیه السلام به نکاح داد. او فخر میکرد که دیگه ازواج مطهرات میگفت نکاح شما در زمین شده، از ما در آسمان شده، الله مرا به نکاح داده. و پیغمبر علیه السلام هم بعد به نکاح میکرد. چرا؟ این ضمیرش برداشت کرد که به امر پیغمبر امو زید رضی الله عنه که در ظاهر پیش مردم غلام آزاد شده بود قطعی از او نکاح بکنه. بسیار سخت بود. بعد از طلاق از او پیغمبر علیه السلام دلجویی کرد که در حریم خود آورد، زوجی مطهره پیغمبر علیه السلام شد. و زید رضی الله عنه چون که وقت نسبتش از پیغمبر کنده شد به نام زید ابن حارثه شد، نه زید ابن محمد، بسیار رنجید، خیلی خفه شده بود. الله تبارک و تعالی یگانه صحابی که نامش در قرآن ذکر است امی زید رضی الله عنه است. یک صحابی دیگر نامش ذکر نشده که اونجا نسبت از پیغمبر قطع شد،
اینجا الله تبارک و تعالی نامش در قرآن یاد میکنه که تا روز قیامت سری هر تلفظش سی نیکی الله میده. این عزت الله به زید رضی الله عنه داد. عالی الله تبارک و تعالی به پیغمبر علیه السلام میگه این فیصله شدگی بود. الله خواسته بود که این امیر رقم فیصله را بکنه و زینب در نکاح تو داخل شود که رسم جاهلیت دیگه از بین بره. اینجا بعضی مفسرین بسیار واهیات نوشته کرده. پیغمبر علیه السلام ناگهان طلب خانه زید رضی داخل میشد که زینب رضی دید که بسیار قشنگ بود و تمنا کرد که زنی من بود. این گپا کلش منافات با عصمت پیغمبر است، با شخصیت پیغمبر است. این گپای دروغ است، احادیث موضوعی و غلط است. این قطعا نیست. چرا؟ دختری عمیش بودی، غیر از او دیده بود. باز هر کدام در او زمان تقاضا میکرد. خودی پیغمبر علیه السلام این خو میدید، رنگش رخش، باز خود به نکای خودی پیغمبر میداد. اول که خواستگاری میکرد خوش بود که مرا پیغمبر خود میگیره. چطور شده میتونه که بعد از او باز پیغمبر خوش باشه که زیدی را طلاق بکنه تا کی را بگیره؟ همچون مسئله را در مورد داوود علیه السلام هم در روایات اسرائیلی ذکر میکنه. کلش غلط است. در شان پیغمبر علیه السلام تنقیص میکنن، حالان که واقع معصوم هستند. از الله تبارک و تعالی خواست این رسم جاهلیت از پای خودی پیغمبر میده کنه، پایمال کنه که مردم درک بکنه. آلی الله بر میگه و ما کان علی النبی من حرج، نیست بالای پیغمبر من حرج کدام تنگی و تکلیف فی مادران چیزی که فرض الله له مقرر کرده الله تبارک و تعالی فرض کرده، یعنی واجب ساخته الله تبارک و تعالی له برای پیغمبر علیه السلام. اگر اون نکاح باشه، اگر هر امر باشه الله که مقرر کرده، باز دیگه ولو که طبیعتت نخواه که ولا اینطور میشه نه، الله مقرر کرده باید انجام داده شود. یعنی مصلحت شخصی تا در مورد مسائل دین الله پیش نکنی. خب سنت الله فی الذین خلو من قبل، این طریقه و رسم جدید نیست. سنت الله روشی الله تبارک و تعالی سعادت الله فی الذین در مورد کسانی که خلو پیش دیر شده من قبل و پیش ازی و انبیاء علیهم السلام برای ابطال رسومات اینمی قسم مبارزه کده. بعد از اون مردم به سر از وا طعن گفته، گپا جور کده، لیکن و ترک نکده امو عمله، بلکه عمل انجام داده. از امو خاطر است که در هر تاریخ پایمال کردن رسومات یک عالم چیسته غوغا را برپا میکنه، سر و صدا را مندازه. حالی که تو قبر ویران کنی، اوهو گنبد ویران کنی، باز دیگه مردم نمیمانته. کلانترین اعتراض اینمی میشه. اگر عقیده توحید بیان میکنی، مردم در مقابل غوغا کده رویست. خب لیکن الله در کل انبیاء علیهم السلام اینمی دستور جاری ساخته که وامی نمی قسم مبارزه کده، مردم طعنه و لعنت توی گپا گفته، ولی انبیاء علیهم السلام رسومات از بین برده، مبارزه کرده. و کان امر الله قدرا مقدورا، هست امر فیصله الله تبارک و تعالی قدرا حساب شده، مقدورا حساب شده و بگه تنظیم شده، برنامه تنظیم شده است. تو نیست که همونطور ناگهانی باشه. الله خواسته که بعد اینمی رقم کار شود، به خاطری که امور رسومات باقی نمانه، مردم درک بکنه که والا ما از خود دیگه پارا جور کرده بودیم، یه چیزی نبوده، در دینی طور معتبر نبوده. الذين يبلغون رسالات الله، انبیاء علیهم السلام کیسته؟ خلو من قبل کدام مردم است؟ الذين مردم ها یبلغون که میرسانه رسالات الله، زمواری هایی که از جانب الله بالایشان نهاده شده، و یخشون از الله میترسه، ولا یخشون احدا الا الله، او نمیترسن از هیچ کسی غیر از الله تبارک و تعالی. او مردم ها انبیاء علیهم السلام است، به خاطر که زمواری های خود میرسانه به مخلوق الله. انبیاء علیهم السلام امی صفتش بوده. پیغمبر حکم الله را به مردم میرسانه و بالمقابل برش بدی گفته میشه، طعن گفته میشه، اعتراض و انتقاد میشه، سر و صداها میشه. خب الله تبارک و تعالی اینی کار سرشان اجرا میکنه، به خاطر که حکم الله باید معلوم شود. اگر 10 نفر مخالفت کرد 2 نفر خو موافقت میکنه. و کفا بالله حسیبا، کافی است الله تبارک و تعالی از روی حساب که انبیاء علیهم السلام بی چقدر برای مردم آسانی را میاره، راه و روش دین نشان میده، لیکن مخالفین میخیزن دیگه اعتراض انتقاد میکنن. ما کان محمد نبا احد من رجالکم، نیست پیغمبر علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم پدر یکی از شما من رجالکم، از مردای کلان. پدری مردای کلان نیست، پدری بچای خورده است که وام از پیغمبر علیه السلام پیش وفات کرده. خب پدری مردی کلان نیست، رد میکنه کسانی که میگه زید ابن محمد، که زید بچه محمد است. الله میگه نه،
مرد کلان پسر پیغمبر نیست. در اینجا اگرچه اصل موضوع آیت دمی مورد است که کسایی که میگه زید ابن محمد، الله رد کرد که نه محمد رسول الله پدر یکی از مردای کلان نیست. خو لیکن در ضمنش مسئله ختم نبوت هم میاد. ولکن رسول الله، لیکن پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله و خاتم النبیین و خاتم پیغمبر است. خاتم مهرم میگه. در زمان سابق هم اینطور بود که هرگاه یک خط به کسی روان میکرد با سرش بند میکرد، بعد از او یک چیزی آرد واره دش میزد، بعد از او تاپه میزد، مهر میکرد به خاطر که کس واز نکنه. اختتام سخن هم اینطور بود. سند که نوشته میکرد داخلی مهر میمان که هر گپی که از اینمی مهر به این طرف کسی اگر دیگه زائد کنه قابل اعتبار نیست. پیغمبر علیه السلام هم الله خاتم النبیین میگه. در این اصطلاح امروزی ما و شما مهر و لاک میگیم. لاک عبارت از امون موادی است که میچسبه و مهر و نموسته که سری امون لاک میزنه به خاطر که کس واز نکنه، خلاص نکنه شه تا که در جایگاه خود برسه. و این نمایندگی از پایان یافتن است. یعنی هر چیز پایین یافته، خلاص شده، ختم شده، این مهر میکنه. پیغمبر علیه السلام هم الله در اینجا خاتم النبیین بیان کرد که خاتم پیغمبر است. یعنی در پایان انبیاء علیهم السلام به طور مهر پیغمبر علیه السلام آمده، بعد از این دیگه پیغمبر نیست. اگرچه آیاتای عام خو خیلی زیاد است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای کل عالمیات توستی. همین قسم چیسته؟ لتنذر اهل القرى و من بلغ، که تو اهل قرى را بترسانی مکه را و هر کسی که برش میرسه هر جای که هسته. همین قسم الله تبارک یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبلکم والذین من قبلکم، نمیگه والذین من بعدکم، پس آن دیگه چیز نمیه. از همون خاطر ختم نبوت و رسالت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم شده. احادیث خیلی زیاد وارد شده. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ما آخری پیغمبر هستم، پس از ما دیگه پیغمبر نیست. از او خاطر هم در آیت و هم در آیت ثابت شده که آخری پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. چرا؟ انبیاء علیهم السلام در هر تاریخ، در هر مقطع برای راهنمایی بشر آمده. اینمی مراحل تاریخی بشریت حیثیت صنفا را داره، اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. حالا اگر کسی سوال بکنه که پیغمبر چرا ما از اونمو لطف و مرحمت الله که وحی است چرا محروم شویم که سر پیغمبر نبوت ختم شود و پیغمبر وفات کرده، ما چی بکنیم؟ جواب است که پیغمبر علیه السلام برنامهش جاودانی است. اصول کلی که ما میتونیم از اصول کلی در تمام موارد زندگی خود استفاده کنیم پیغمبر به ما گذاشته. از همون خاطر ضرورت و نیاز به دیگه پیغمبر نیست. عیسی علیه السلام که میاد من حیث پیغمبر جدید نمیاد، بلکه او هم تابعدار شریعتی کی میباشه؟ پیغمبر علیه السلام میباشه. از همون خاطر مردم که وقت مراحل تعلیم خود طی میکنه، الا که لیسانس گرفت، ماستری گرفت، دکتر شد، عالی دکتر بعد از اون پشت درس نمیگرده، بلکه همون قدر قواعد کلی را فرا گرفته که در روشنی از او دیگه جزئیات چی میکنه؟ استنباط کرده میتونه، دیگه مسائل میفهمه. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام چیست؟ مثل یک دکتر واره که در مرحله آخری آمد و قواعد را وضع کرد برای امت خود که در کل تاریخ از او قواعد و قوانین امت استفاده کرده میتونه و هر مشکل امت توسط قوانین چی میشه؟ حل میشه. از او خاطر خاتم النبیین است و بعد از این پیغمبر نمیاد. مردمایی که تاویلات در اینجا میکنه مثل قادیانی واره و کسای دیگره پیدا شوه و بگه که من پیغمبر هستم، کلش غلط و نادرست است. مثل که بدبختایی که 4 روز در یک گوشه های هوی گفته رایسته، روز پنجم باز دعوای مهدیگیری را میکنه، روز ششم باز دعوای پیغمبری را میکنه، روز هفتم دعوای چی را بگه الوهیت را میکنه. نعوذ بالله. امی فرقه بهاءالدین اول دعوای مهدیگیری را کرده بود، باز بعد از او دعوای پیغمبری را کرد، بعد از او دعوای چی را کرد؟ نعوذ بالله اله بودن. آل فرقه شام در چی هست؟ در امریکا. گرچه ایرانی ها اهل تشیع ایران فتوای کفری از او را داده، لیکن او فعالیت خود کرده رویست، توسط دشمنای دین اکمال میشه و این کار کرده رویسته. امروز هم از همین مراکز فساد هم چون مردم ها ظاهر میشه و همینطور ادعاها را کرده رویسته. میگن ما با قرآن و سنت ضرورت نداریم، ما از نفس خود کامل هستیم، هر چیز از نفس خود میگیریم. این کلش الحاد و بیدینی است. قطعا هدایت بدون الله و رسول بگه به دست آمده نمیتونه، بدون کتاب الله بگه و سنت رسول الله به دست آمده نمیتونه. از او خاطر اینجا نبوت ختم شده، کسی دیگر ادعای نبوت نمیتونه. کسایی که میگه که بر ما آوازا شده
این دعوای نبوت است. نعوذ بالله. آواز کی کرده؟ یا شیطان کرده یا ملک. اگر ملک کرده باشه دعوای پیغمبری داری، اگر شیطان کرده باشه خب گپی تو قابل قبول نیست دیگه. شیطان برات آواز داده، ملک چی میکنه که اینجا بیا؟ و کان الله بكل شیء علیما، هست الله تبارک و تعالی به تمام چیزا عالم. یعنی او میدانه که چرا بعد از پیغمبر علیه السلام دیگه کس پیغمبر روان نمیکنه، به خاطری که الله تبارک و تعالی به تمام مصلحت و رضا عالم است. از او خاطر مناسب دانست که آخری پیغمبر امی پیغمبر باشه و یک امتیاز به امتش بده. کسای پیدا شود که بعد از وفات پیغمبر احیای سنت پیغمبر بکنه، تعلیمات پیغمبر مدون بسازه، تعلیم بده به مردم، دعوت بده که یام دینمی دعوت حساب بگیره. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.